روز بخیر بینندگان عزیز. سرخط رویدادهای اخیر تاجیکستان و خارج از آن را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی پیشنهادی شما میکنیم. در چند دقیقه که در اختیار داریم از تغییر پرونده شهروندی تاجیکستان برای تیراندازی در کشینیوف، اعلان منع قبول زرخریدان به شرکت واگنر، نتیجه یک پژوهش درباره میزان بلند قضاوت غلط نسبت به زنان خواهیم گفت. خبرهای دیگر هم داریم. دادستان کل مولدووا یون مستعد گفت اتهامی که ضد شهروند تاجیکستان رستم اشورف برای تیراندازی در فرودگاه کشینیوف اعلام شد ممکن است که تغییر دهند. رستم اشورف را که اول به تروریسم متهم میشد در صورت زنده ماندن ممکن است به کشتار متهم کنند. اشورف 43 ساله روز 30 ایون پس از آنکه برای درآمدن به حدود مولدووا پاسخی رد گرفت، سلاح مأمور فرودگاه را گرفته 2 کس را کشت و 1 مسافر را زخمی کرد. به گفته دادستانی مولدووا رستم اشورف 10 تیر خورده است و جراحی شده است. مقامات تاجیکستان میگویند رستم اشورف عضو گروه سازمان یافته جنایی است که در رب بودن شهرت اسمت‌الله‌یف معاون حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک دست دارد. اسمت‌الله‌یف 10 روز باز بی‌درک است. دادستانی کل تاجیکستان گفته است رستم اشورف پس از رب بودن معاون رئیس بانک توسط ترکیه به مولدووا پرواز کرد. هدفش به گفته مقامات فرار به کشورهای اروپایی بوده است. آتش گرفتن یک ماشین سبکرو در راه یاوان دوشنبه بحث رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری از سوی راننده‌ها را در شبکه‌های اجتماعی داغ کرد. کاربران با ارسال نوار سوختار گفتند حادثه روز 1 ایول در برآمدگاه ناحیه یاوان رخ داده است. در نوار دیده می شود ماشین آتش گرفته است و راننده به تنهایی کوشش دارد آتش را خاموش کند. این نوار در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و بسیاری ها رفتار دیگر رانندگان را که به کمک رانندگی درمانده نآمدند نکوهش کردند. برخی خودی راننده را هم گناهکار کردند که در ماشینش بالون آتش نشانی نداشته است. یک مؤسسه امدادی سازمان ملل میگوید که ماه می از طریق قلمرو تاجیکستان به افغانستان محتاج به کمک‌های بشری بیشتر از 100 تن مواد غذایی فرستاده است. برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل در خبرنامه ماهانه خود که به تازگی نشر شد گفته است همچنین در ماه می این سازمان 50 تن مواد غذایی در تاجیکستان ذخیره کرد که قرار است در آینده به مردم نیازمند افغانستان تقسیم شود. تاجیکستان حکومت طالبان را که 2 سال پیش سر قدرت آمد به رسمیت نمی‌شناسد ولی به سازمان‌های خیریه اجازه داده است برنامه‌های امدادیشان برای افغانستان را از قلمرو کشور هم عملی کنند. بعدی به سر قدرت آمدن طالبان تعداد مردم محتاج و قشاق در افغانستان به مراتب بیشتر شده است. شرکت واگنر با نشر یک اعلان از منع قبول زرخریدان به جنگ اوکراین خبر داده است. شرکت گفته است موقتا به بلاروس کوچیده است و در جنگ اشتراک نمی کند و بنابراین در 1 ماه آینده زرخریدان را جلب نخواهد کرد. بعدی آشوب واگنر در روزهای 23-24 ایون نقطه‌های قبول جنگجویان بسته و اعلان آویزه‌های دعوت به کار در این شرکت از خیابان‌های روسیه برچیده شدند. بعدی آشوب مسلحانه این شرکت در روسیه رهبریان با پیشنهاد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس به این کشور رفت. مینسک به جنگجویان واگنر هم پناهگاه پیشنهاد کرده است. بنا به خبرها در بلاروس به ساختن اردوگاه‌ها برای جنگجویان واگنر شروع کردند. به نوشته رسانه‌ها یکی از چنین اردوگاه‌ها برای 8000 زرخرید پیش بینی شده است. چند روز پیش BBC نوشت که جلب زرخریدان به واگنر برای شرکت در جنگ اوکراین ادامه دارد. در شهر گاگای هلند دفتر یک مؤسسه را باز کردند که قرار است جنایت‌های احتمالی جنگی روسیه در اوکراین را تحقیق کند. تأسیس مرکز بین‌المللی جنایت‌های تجاوز در روز 3 ایول نخستین قدم برای محاکمه بین‌المللی رهبران روسیه برای جنگ در اوکراین دانسته می‌شود. مرکز گروهی از دادستان‌های اوکراین، اتحاد اروپا، آمریکا و دادگاه بین‌المللی جرم و جنایت را گرد آورده است. بعد قتل و کشتار در شهرک بوچا در سال 2022 و ترک آنجا کردن نیروهای روسیه، اوکراین خواستار محاکمه رهبران روسیه برای جنایت‌های جنگی شد.
یک پژوهشی نوی برنامه رشد سازمان ملل معلوم کرده است که در اکثر کشورهای جهان مردم به توانمندی‌های زنان چندان باور ندارند. بنا به خلاصه این نظرسنجی بیش از 83% پرسیده شده ها در 60 کشور جهان نسبت به زنان قضاوت‌های غلط داشتند. از جمله 99% در تاجیکستان به نیرو و توانایی زنان باوری نداشتند. نصف پرسیده شده ها بر این بودند که مردان چون رهبر در سیاست و تجارت نظر به زنان موفق ترند. در مسئله لطوکوب زنان هم اکثریت از مردان پشتیبانی میکردند. چرا چنین است و تا کجا در تاجیکستان ساکنان و مقامات به خلاصه های این پژوهش موافقند؟ در این باره امروز در برنامه اخباری آزادی گزارش داریم که 4 ساعت بعد پیشنهاد می شود. و چون معمول در این قسمت برنامه از قرب ارزی خارجی میگوییم. بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 ایول قرب 1000 روبل روسی را 122 سومانی تعیین کرده است. روز جمعه قرب روبل به 125 سومانی برابر بود. 100 دلار آمریکایی به 1091 سومانی و 100 یورو 1191 سومانی برابر است. قرب ارزی خارجی در بانک‌های تجارتی اندک فرق میکند. چند خبر بود تا این لحظه. منظور شما برنامه را به پایان میبریم و پس از 4 ساعت شما را در برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی انتظاریم.